مربی که از بازیکنای برزیلی متنفره و آخرش هم به چیزی که لایقش بود رسید. تو سال 2009 لوئیس فان خال هدایت بایر مونیخ رو به عهده گرفت و به محض اینکه رسید به لوسیو قهرمان چندین و چند جام نگاه کرد و گفت تو توی برنامه‌های من جا نداری. این مدافع برزیلی که کنار گذاشته شده بود به اینتر میلان ژوزه مورینیو رفت، اما چیزی که هیچ کدومشون نمیدونستن این بود که لوسیو قرار بود به فان خال ثابت کنه که چه اشتباه بزرگی کرده، چون در پایان همون فصل اینتر میلان با یکی از بهترین خط دفاعی کل اروپا به فینال لیگ قهرمانان رسید و قرار بود تو اون فینال دقیقاً با خودش روبرو بشن، بایر مونیخ لوئیس فان خال. لوسیو گفته بود که تو هفته فینال استرس داشته و میترسیده که نکنه حق با لوئیس فان خال بوده که کنارش گذاشته، اما این چیزی نبود که اتفاق افتاد. تو بازی زندگیش لوسیو یه نمایش بی‌نقص داشت و خط حمله بایرن رو اون روز کاملا خنثی کرد. نتیجه نهایی 2-0 برای اینتر تو فصلی که سگانه گرفتن و جام لیگ قهرمانان تو دستای لوسیو بود. اون روز فان خال از رختکن بازیکنی رو دید که خودش کنار گذاشته بودش، در حالی که داشت رویای بایر مونیخ رو به پایان میرسوند و بعد از فینال فان خال رفت اونجا تا به لوسیو تبریک بگه، اما چون این مدافع برزیلی هنوز یکم دلخور بود گفت مرد ممنونم که منو کنار گذاشتی، اگه این کارو نمی کردی من الان اونجا بودم و با بقیه نایب قهرمان می شدم.